بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا به پروردگار عالمیان و درود و سلام به محمد صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از سلسله های درس برنامه مسلمان زن در رمضان 13مین برنامه این است که هنگامی که اذان پیشین را شنوی یا اینکه وقتی پیشین درآید اولا 4 رکعت نماز سنت پیشین را بخوان. 4 رکعت نماز سنت پیشین اجر ثواب بزرگ دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم این نماز را ترک نمی کردند. عایشه رضی الله عنها روایت کرده می گویند ان النبی صلی الله علیه و سلم کان لا يدع 4 قبل الظهر و رکعتین قبل الغداء. پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 رکعت سنت پیش از فرض پیشین را و 2 رکعت پیش از فرض بامداد را ترک نمی کردند. با روایت بخاری. 14مین برنامه این است که سپس 4 رکعت نماز فرض پیشین را بخوان. نماز پیشین خواهر عزیز این یکی از نمازهای فریضه می باشد. نماز پیشین اولین نمازی است که جبرئیل علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم خوانده بودند. خواهر گرامی، نماز پیشین و دیگر نمازهای فریضه در وقتش بخوان، چونکه نمازها در وقتش فرض است. خدا میگوید ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. همان نماز بر مؤمنها در وقتهای معین فرض کرده است. سوره نساء. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدم محبوب ترین عمل در نزد الله کدام است ای پیامبر؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند الصلاة علی وقتها. نماز در وقتش. روایت بخاری. و دیگر برنامه این است که بعد از آن 2 رکعت نماز سنت پیشین را بخوان. از عایشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیده شد گفتند کان یصلی 4 قبل الظهر و 2 بعدها. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 رکعت پیش از فرض نماز می‌خواندند، بعد فرض با 2 رکعت سنت پیشین را می‌خواندند. پس خواهری عزیز بعد نماز ذکرهای نماز را بخوان، هیچگاه فراموش نکن، زیرا ذکرهای نماز برای انسان فایده دارد. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.